سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه که جدیده. اومدم یه خبر بهتون بگم. همین چرخو بکنم بچه‌ها. خبرم اینه که شاید از سومگاز دیگه ویدیو نذارم. و کار خاصی نمیخواد کنم دیگه. همه کارا رو انجام دادم داخل سومگاز. جدی میفرمایید؟ بماند. حالا یکم میخوایم بریم یکم واسه شما متنوع باشه، فقط سومگاز نباشه. و یکم سوال خودم و واسه چی یکم بریم هم روبلاکس، چون شاید بعضی ها روبلاکس فن باشن اینا. حالا ببینم چی میشه. حالا تصمیم حالا میگیرم. حالا شما حالا راضی هستید؟ حالا چند نفرم حالا راضی باشن حالا من میرم دوباره هم استانبرگاز ادامه میدم، ولی حالا یکم بیشتر روی این بلاکس فرود کار بلاکس فرود میگم روبلاکس، خاطر عوارض بلاکس فرود بازی کردن. آقا نتیجه اینه که الان من آخر میخوام از روبلاکس بذارم، نتونم که اصلا گاد بهونه های حرفه‌ای. آقا آقا خوشحال شدم تا اینجا ویدیو با ما بودید و این هم از ویدیو. اگرم خواستید این بازی حالا نگاه کنید تا آخر این ویدیو با ما باشید دیگه. البته حرف نمیزنم، الان فقط بازی میکنم. آقا این بازی تموم شد، این ویدیو هم تموم میشه دیگه. حالا اونا هم خواستن الان اخبار که گوش بدن، حالا این تموم شد. حالا اگه اونا هم که خواستن بازی حالا نگاه کنن، بازی نگاه کنن، ولی چیزی نمیگم. خب بچه‌ها برو بریم. من از الان خدافیزیمو بکنم. بچه‌ها خوشحال شدم تا اینجا ویدیو با ما بودید و خدافظ. ادامه بازی بدید.